کردی امروز؟ وای امیر مولیان نام زیگیش که گشت سو وای نش بودی نو مکولی بود کن اوکات کنی؟ خونش بدر اومد من خیلی چیزهای فحشی نمیخورم مرغای اوکال کردگی تیمبولی نمیخورم نمیدونم اوقات شد کن فهم کم باشد همینجا مرغای اوکال کرده برام کنونگی پخته خورده میشه پول بکدم ازنک بس کن شرم نمیداری به آدم ایزامتی من آوردگی این مرغا یگان خیل اوکال پکل نه این مرغا مرغی برویلر و خودش کلون اینو دستکی میکشم 200% حلال همش من با خبر کو من خودم میدونم چیزی آوردگی من کلین بیارید هر دو ما میخوریم اینو هر دوش مرغ زنده آورد کشته خورده هم میگیرد بیارید من شوهرم طرف خودم کده نتونستم شما چه کده طرف خودتون کدید که اصلاش گیریده کجان؟ امیر جان پسرم من شرمنده نکو التماس جان بچه جان دادوت فهمن حد مویم ادو دادوت پیش آشناشم شرمنده نکن او وای دختر زیگونو هشه من میدونم تو وای دختر کدی با واخه داسی اوه یاسمین یک تا جوگنده خون میری یک تا اسمس بیاد و میفهمد چیزی میشد سانه و جان ما الایده خون میریم من دیگر جا یاسمینه دیگر جا خون میرم من وای مجبوری نمیدارم اگر این خیلی زندگی کردن نخواهد برات الایده؟ کن فهم کم باشد همینجا من میدونم تو وای دختر کدی با واخه داسی اگر این خیلی زندگی کردن نخواهد برات بیچاره دختر همه‌ش میدوند و تا قد کده میشیند امیر هایمی؟ همین جنده جزنامی؟ شما کیمش؟ من خواهر و کلینشون میشناسم من امیر بگویید که با نزدیکی پدر میشه یاسمین خب رفتن گیرید بهتر شدید من میدونم ممکن شما از من بدترین آدم فکر کرده باشید لیکن من تا این درجه نامرد نه بعد از شما که اویله دار شدن من پورا مناسبت ما کندم گرچنده که سخت ناز میبینم ما تا این درجه نزدیکی نداشتیم لیکن من این کارو هم تو نمیدونم نزدم که
دوستان عزیز، این دوخی که در روی اکران میبینید برای شما به پول توفه کرده میشود. این دوخی را پدرکه میتیانتونه بازم در بالوش 500 روبل دیگه. وقتی شما در کار همین شرکت فیبلیک در رجیستراسیون میکنی هازی نمیدنی момент 500 روبل داشتون میبه و انمی دوخی از طرف شرکت شما دا توفه میشود. یعنی به پول شما هیچ کار نکرده صاحب نمیقدر توفه میشوین. دوستان عزیز با نیلوفر بیمونه. نیلوفر شما را راهی کار نشان میده و چه خیلی کار کردن از شرکت فیبلیک مقصد یاد میتونه. به سوم هم پدرکوهاتون میده و هم شما را ابوچت میکنه کارا. انا در شرکت فیبلیک کار کردن به پولای انا چه خیلی که میدونه این پدرکو را به پول میتونه و هم دستگیری میکنه که صاحبی وای شوین زوانیا شوین. تو دایرکتری هم مثال یاردم تو میتونه بعدی وای خودتون اساسا حرکت میکنید که با همراهتون اساسا حرکت میکنید که با همراهی نیلوفر دستگیریتون ابیزاتیلم میکنن. دخترها تا هر 21 روز پس 20,000 30,000 سومونی پول کار کردن همینا. همه کار در شرکت فیبلیک چقدر آسان دیگه هازی که یگان کس شما را مجبور نمیکنه که خرید کنین خیلی چی فقط با کماند کار میکنین. دوستان نگاه کنید هازی اگر شما رجیستراسیون کردین 500 روبل میگیرین پلوس این دوخی را شما شرکت پدرکه میکنم برای رجیستراسیون کردن برای بهبودی حیات شما مونگا میزنیم. مقصد میدونین کار میکنین هم پدرکوها میگیرین و هم گفتیم گپا سومدار میشین. بسیار دختران میلیاردرش دیگه نزد پیش همین فیبلیک. برای این دوستان عزیز فکر نکردم مرحمت بدرین نویسین نیلوفر کارا شروع کنین.